یه عده به محتوایی که من در اون گفته بودم به حق خودکشی اعتقاد دارم و باید اوتانازی در همه دنیا قانونی بشه اعتراض کردن. از اونجایی که خیلی از این افراد یا محتوا رو درست گوش نمیدن یا بایوس داره ذهنشون یا اینکه خب اصلا توان ذهنی کافی برای درک این محتوا رو ندارن، صرفا فقط حمله کردن و به من اتهام زدن که تو داری تبلیغ خودکشی میکنی، در صورتی که اونایی که منو میشناسن میدونن که محتواهای زیادی در مورد پیشگیری از خودکشی درست کردم که هم یه بخشیش روی پیج اینستاگرام هست و به طور مفصل مثل گفتگویی که با دکتر نوید انفعال رواندرمانگر تحلیلی و استاد دانشگاه در این مورد داشتم رو کانال یوتیوب روانزخمی وجود داره و خود فیلمم مستند روانزخمی باعث شد که خیلی از خودکشی منصرف بشن. اتفاقا این که من میگم باید اوتانازی در ایران هم قانونی بشه به این دلیله که میتونه آمار خودکشی رو پایین بیاره. حالا به چه شکل؟ اول اینکه خب خیلی از افرادی که حالا دچار بیماری غیر قابل علاج و دردناک هستن اقدام به خودکشی میکنن و خودکشیشون فیل میشه و از اون چیزی هم که هست اوضاعشون بدتر میشه. تو خیلی از کشورها خب این امکان برای این افراد وجود داره. کسایی هم که به خاطر کهولت سن از کار افتاده شدن و کسی هم ندارن که بهشون رسیدگی بکنه و از اونجایی که مراکزی که به این افراد هم رسیدگی میکنه در واقع ظرفیت محدودی داره، شاید تصمیم بگیرن به خواست خودشون که این دنیا رو ترک بکنن. کسایی که با اوتانازی این افراد مخالفت میکنن باید خودشون رو یه لحظه جای اینا قرار بدن. مثل آدمایی که من دیدم طرف سرطان پیشرفته داشته 5-6 تا لوله تو بدنش وصل بوده و هر لحظه به خودش و زمین و زمان نفرین میکرده که چرا هنوز زنده است. خودتون رو بذارید جای اون آدم، ببینید که واقعا این که کنار گود نشستی میگی لنگش کن، این واقعا منصفانه است، منطقیه. و خب یه سری افراد هم هستن که به خاطر افسردگی شدید اقدام به خودکشی میکنن. اگر اوتانازی قانونی بشه برای این افراد میتونه یه مهلتی در نظر بگیره که تو اون مهلت به این افراد رسیدگی بشه، یعنی مشاوره بشن، کمک روانپزشکی بگیرن و به این شکل با این کمک ها اون افراد میتونن از خودکشی منصرف بشن و خود همین آمار خودکشی رو میاره پایین. میگم خیلی از افرادی که به هر دلیلی خودکشی میکنن بعد از خودکشی دچار معلولیت شدید میشن یا با درد بسیار شدیدی اگرم بمیرن میمیرن. مثلا طرف از ارتفاع میپره، از کمر به پایین فلج میشه یا از یه داروهایی مثل قرص برنج استفاده میکنه یا داروهای سمی دیگه که نمیمیره ولی مثلا کبد و کلیه‌اش از کار میفته، داغون میشه و اون حالتی من تو محتوایی که در مورد پیشگیری از خودکشی هست گفتم که طرف زمانی که تصمیم به خودکشی میگیره پادشاهی حساب میشه نسبت به اون معلول شدن و علیل شدنش به خاطر اون خودکشی که فیل شده. خیلی از افراد به خاطر مشکلات مالی خودکشی میکنن. خب اگر اوتانازی قانونی بشه و این افراد مراجعه بکنن برای این قضیه، خب از طریق سیستم‌های دولتی، خیریه‌ها و مردم عادی میتونه مشکل مالیشون برطرف بشه و در واقع اون از خودکشی منصرف بشن. مسئله اینه که خیلی از کسایی که خودکشی میکنن تعداد زیادیشون اصلا نمیگن، به زبون نمیارن، حتی به نزدیکترین کساشون نمیگن و یه دفعه میرن خودکشی میکنن و خیلی هاشون هم متاسفانه میمیرن و یه عده زیادیشون هم میگم ناقص میشن. ولی اگر این سیستم قانونی وجود داشته باشه خیلی از این افراد میتونن از خودکشی منصرف بشن و به زندگی برگردن. به هر حال اون کسی که تصمیم گرفته که خودشو بکشه اگر اوتانازی قانونی هم نباشه این کار خواهد کرد، ولی میگم قانونی شدن این مسئله یه فرصتی ایجاد میکنه تا چون میگم افراد به دلایل مختلف این کارو میکنن، حداقل برای خیلی از این دلایل در واقع درمان ایجاد کرد، راه حل ایجاد کرد تا اون شخص منصرف بشه. یه عده میگن نه خب نباید قانونی بشه به خاطر اینکه لحاظ دینی خب این مسئله مشکل داره. من بحثم اصلا بحث دینی نیست.
در واقع صرفاً از لحاظ اجتماعی دارم به این مسئله نگاه میکنم. خب بله، کاش این شکلی بود که ایمان افراد باعث میشد که در واقع تو هر حالتی هستن از خودکشی منصرف بشن، ولی واقعیت اینه که به چند دلیل نمیشه. اولا خب همه افراد اون حد از ایمان رو ندارن که مانع خودکشیشون بشه. دوما حتی افرادی که ایمان دارن مشکلاتشون میتونه انقدر شدید بشه که دیگه اصلا اون ایمان رو تو اون لحظات فراموش بکنن. یکی از سودهای دیگر قانونی شدن اوتانازی اینه که کسایی که تو لحظه هیجانی میشن، عصبی میشن و به این دلیل میخوان خودکشی بکنن، که من کاملا مخالف اینم و روش‌های مداخله در اون رو هم به صورت محتوای جدا قبلا گفتم، این افراد خب اگر بدونن یه جایی هست که میتونن به این شکل اقدام بکنن، خب میتونن سریع با اونجا تماس بگیرن و در واقع اون افراد کمکشون بکنن تا آروم بشن، مثل همون سیستمی که 123 داره. ولی خب 123 صرفاً بابت اینه که در واقع شخص رو آروم بکنه و منصرفش بکنه، به خاطر همین خیلی ممکنه زنگ نزنن. ولی وقتی یه سیستمی باشه که بدونن که امکان اوتانازی رو براشون فراهم میکنه، خب باهاش تماس میگیرن. خود همین در واقع این فرصت رو میده که این افراد رو آروم بکنن. و یه مسئله هم که وجود داره، آمار خودکشی خب در ایران بسیار بالاست، ولی آمار واقعی از این بسیار بالاتره. چرا؟ چون خیلی از خانواده ها نمیگن که بچهشون خودکشی کرده به خاطر ترس از آبرو. دقیقاً مثل همون مسئله‌ای که در مورد آمار تعرض جنسی وجود داره که خیلی از خانواده ها حتی میفهمن هم پنهان میکنن، جدا از اینکه خود اشخاص هم پنهان میکنن. و خودکشی هم دقیقاً مثل همونه. مسئله که من دارم در موردش صحبت میکنم هارم ریداکشن یا کاهش آسیبه. متاسفانه خب ما تو آرمان شهر زندگی نمی کنیم و تو دنیای واقعی این خودکشی ها داره اتفاق میفته. پس ما باید ببینیم چی کار میتونیم بکنیم که کاهش آسیب داشته باشیم. خیلی از افراد وقتی میان کامنت میذارن یه نگاه ایدئالیستی دارن و نه واقع گرایانه، به خاطر همین صرفاً گارد میگیرن و خب پیش درکی هم از این کاهش آسیب ندارن و فقط میخوان مذمت بکنن. اتفاقا این افراد اگر با شخصی که میخواد خودکشی کنه روبرو بشن، حتی طرف اگر بخواد خودکشی نمایشی هم انجام بده یا قصد جدی هم نداشته باشه، اون شخص رو انقدر تحقیر میکنن که اون به خاطر رفتار و صحبت‌های اینا احتمال خودکشی اون افراد بسیار بالا میره و ممکنه واقعا برن خودکشی بکنن. به این افراد توصیه میکنم حتما محتوای چگونگی مداخله در خودکشی برای جلوگیری از اون رو ببینن، چون برای عزیزان هر کدوم از ما میتونه اتفاق بیفته. ای کاش دنیا طوری بود که هیچ شخص به خودکشی حتی فکرم نمیکرد. ولی واقعیت اینه که در تمام دنیا آمار خودکشی متاسفانه ناراحت کننده است و ایران جزو اون کشورهاییه که آمار خودکشی بسیار بالایی داره. به این دوستانی که به مسائل تک‌بعدی نگاه میکنن و تو نوک بینیشون هم بیشتر نمیبینن، توصیه میکنم در مورد کاهش آسیب بیشتر مطالعه بکنن. قطعاً اکثر افرادی که خودکشی میکنن اگر سیستمی باشه مثل اینی که من گفتم میتونه نجاتشون بده. دوستانی که میان میگن که خب اینا ضعیفن و خودکشی میکنن، عزیزان من فکر میکنم شما تجربه این قضیه رو نداشتین. من اون کسایی که مستند روان زخمی رو دیدن میدونن که خود من به افسردگی بسیار شدید دچار بودم که شخص حتی از رخت خوابش نمیتونه بیاد بیرون، از خونه بیرون نمیره، 6 ماه یه بار نمیتونه حتی بره حموم، یعنی به کارهای روزمره‌اش نمیتونه رسیدگی بکنه. در واقع اون شخص انگار مرده علاوه روانی و صرفاً یه جسمی داره که اونو داره زنده نگه میداره و هر لحظهش در حال عذابه. گرچه خود من که این افسردگی بسیار شدید رو تجربه کردم، باز بعد از این که در واقع خودکشیام فیل شد و پشت سرش گذاشتم و به جایی رسیدم که خب تونستم فیلممو تموم بکنم یا به همدردا کمک بکنم، حالا کسایی که اعتیاد دارن یا کسایی که میخوان خودکشی بکنن یا دچار آزار جنسی شدن، گفتم واقعا خدا رو شکر که نمردم، به خاطر اینکه الان میتونم مفید واقع بشم و به همدردان کمک بکنم. یعنی میخوام بگم اتفاقا خب حتی اگر افسردگی بسیار شدیدم دارین، حتی در اون حدی که گفتم منم تجربهش کردم،
تا جایی که میتونید کمک بگیرید، تا جایی که میتونید زمان بدید و شاید شرایطتون مثل من تغییر بکنه. خود من تو اون دوره فکر نمی کردم که شرایطم عوض بشه، ولی شد و خوشحالم. میگم واقعا هم خودم خوشحالم که نمردم، هم پیام‌های زیادی دریافت کردم از کسایی که فیلممو دیده بودن که بهم گفتن که خوشحالیم که نمردی و بعضیاشو استوری کردم. یعنی میخوام بگم که تو بدترین شرایط هم که قرار دارین در وهله اول سعی بکنید کمک بگیرید، سعی بکنید تلاش بکنید، ادامه بدید. میفهمم سختیش رو میفهمم، ولی به هر حال شرایط میتونه عوض بشه، زندگی غیر قابل پیش بینیه. ولی باز اون کسایی که میگم بیماری لاعلاج بسیار دردناک، مثل همون آدمی که گفتم 5-6 تا لوله تو بدنشه و تمام دکترام جوابش کردن، خب این میتونه براش گزینه مناسبی باشه. و وقتی ما این سیستم قانونی اوتانازی رو در واقع پیاده بکنیم، همونطور که گفتم میتونه پیشگیری بکنه، جلوگیری بکنه از خیلی از خودکشی خیلی از اشخاصی که اگر این سیستم نباشه بدون که به کسی بگن حتی ممکنه خودشون رو نابود بکنن. ممنونم که تا اینجا این محتوا با من بودید. لطفا میگم محتوای قبلی که در مورد پیشگیری از خودکشی ساختم هم ببینید. در آیندهم در این مورد سعی میکنم محتواهای بیشتری بسازم، ولی لطفا قضاوت نکنید. کسی که نمیدونم خودکشی کرده یا میکنه ضعیفه، کسی که خودکشی میکنه نمیدونم ترسوه. نه، واقعا کار راحتی نیست. به عنوانی که کسی که خودم چندین بار این تجربه رو دارم میگم، واقعا کار راحتی نیست که تو تصمیم بگیری از جان شیرینت بگذری به خاطر مشکلات بسیار زیادی که رو سرت خراب شده و نخواهی دیگه ادامه بدی به هر دلیلی. و البته کار قهرمانانه ای هم نیست، یعنی هیچ تشویقی نداره، ولی اینکه بخواید تحقیرم بکنید یه شخصی که میخواد این کار رو بکنه، منصرفش نمیکنه دوستان. اتفاقا ممکنه از روی لجبازی، حتی اگر قصدش 100% نباشه، بره واقعا این کار رو بکنه تا روی شما رو کم بکنه. لطفاً عاقلانه با مسائلی مثل این برخورد بکنید، نه هیجانی، نه احساسی، نه با فکر متعصب و بایاس ذهنی. امید این که روزی برسه در تمام دنیا که هیچ شخصی دیگه به خودکشی حتی فکرم نکنه. بدرود.